شهرداری کلاب به ویران کردن بینای شرکت چکن در داخل باغ فرهنگ و فراغت شهر آغاز کرده است. در جای این شرکت به گفته مقامات نشان تاجیکستان قامت می افرازد. ظریف ولیوف رئیس شرکت چکن که شاهد ویران کردن کارخانه‌اش بود، به رادیوی آزادی گفت که به او فرصت ندادند تا جای دیگری برای کارخانه پیدا کند. اما مقامات شهر کلاب گفتند که اداره اموال خراجات شرکت را حساب دارد و قرار است برای مالکش در جای دیگر زمین دهند و مبلغ پرداخت کنند. ظریف علیوف بینای شرکت چکن را 10 سال پیش در آستانه تجلیل از 2700 سالگی کلاب با خرج 300,000 سامانی بنیاد کرده است. 10 زن به کار جلب شدند و نوهای گوناگون چکن از قبیل پیراهن، رویمال و طاقی می دوختند. زنها به اساس قرارداد کار میکردند و ماه از 700 تا 1,500 سامانی مزد می گرفتند و اکنون به گفته ظریف علیوف از جای کار محروم شدند. چکن یگانه شرکت است در تاجیکستان که به تولید گلدوزی های چکن مشغول است. چکن یک نوع گلدوزی قدیمی است که تا حال در بسیاری از نواحی جنوبی تاجیکستان به خصوص کلاب و درواز به طور گسترده استفاده می شود. این گلدوزی قدیمی ملی تاجیکان را یونسکو، مؤسسه علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد، به فهرست میراث غیرمادی فرهنگی وارد کرده است.